برادر سوال کردند که اگر مرد یا زنی را در حالت زنا و یا هم تو یک جایه با هم بینم برایم اجازت است که برای شرمنده شدن آنها را نواربرداری کرده به همگان نشان دهم تا برایش عبرت شود و برای دیگران درس شود؟ جواب این سوال به نظر بنده این است که چون شرمنده کردن یک نفری که گناه را پنهانی انجام میداد به طریق نواربرداری کردن و در شبکه ها پهن کردن یا هم تو آوازش را پهن کردن گناه بزرگ و عمل زشت و ناپسند است که ضرر و تأثیر منفی خود را البته در جامعه میگذارد. روزهای آخر نوارهای پهن شده ایستاده است که در آن زن یا مردی را در حالت زنا و یا یکجا میقپند و آنها را به همین طریق شرمنده میکنند. الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما بینگرید که در روایات حدیث آمده است که وقتی ماعز اسلمی رضی الله عنه مرتکب زنا می شود دنیا برایش تنگ می شود و چند روز در غم و اندوه به سر می برد و بالاخره به یکی از خویشاوندانش حزال اسلمی این را می گوید. حزال اسلمی به اون مشورت می دهد که به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رود و به گناه خود اقرار کند و ماعز اسلمی رضی الله عنه هم این کار را می کند و در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 4 بار اقرار به گناه می کند و قصه مختصر بر او حد زنا جاری می کنند و او را سنگسار می کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او نماز جنازه می خواند و برایش استغفار می کند و توبه او را تعریف کرده می ستاید. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبردار می شود که حزال اسلمی او را به این کار مشورت داده است او را به سوی خود می خواند و به او می گوید: یا حزال لو سترته بثوبک کان خیرا لک مما صنعت به. ای حزال اگر او را به لباست می پوشاندی برای تو بهتر بود از آنچه که برایش کردی. این حدیث را امام احمد و ابو داود و نسائی در الکبری روایت کرده اند. اگر آشکار کردن و شرمنده کردن کسی اگرچه کاری زنا هم باشد کاری خوب و پسندیده می بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حزال اسلمی را نمی گفت که اگر او را به لباست می پوشاندی برای تو بهتر بود. آن نفری را که شما در حالت گناه زنا دستگیر کرده نوار برداری می کنید و آن را در شبکه ها پهن می کنید خیال می کنید که خیلی کاری خوب کرده اید. یک گناهی را که الله متعال ستر کرده بود شما چه حق دارید که آن را آشکار می کنید؟ چه کسی این حق را به شما داده است؟ شاید این شخص توبه نصوح و صادقانه کرده انسان صالح شود ولی این آوازه و دروازه شما باقی می ماند و او را تا مردن رنج می دهد. خود شما بیگناه هستید؟ شما هم گناهانی را صادر کرده اید که الله متعال شما را همین طور شرمنده نکرده است. پس شما چگونه این کار را بر یک بنده خدا روا می دانید؟ شما با این کار خود خیال می کنید که تنها همین شخص را جزا داده اید ولی بیخبر از آن که به اهل خانواده او ظلم و ستم کرده آبرو و ناموس پدر و مادر و برادر و خواهر او را ریخته اید. اهل خانواده او چه گناه داشتند که آبروی آنها را ریختید؟ آیا می دانید که گناه ریزاندن آبرو چقدر بزرگ است؟ در روایت امام مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خون و مال و آبرو و ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آبرو و ناموس یک فرد مسلمان را در برابر خونش قرار داد. اگر کسی را آبرویش را ریزاندی گویا
خونش را ریزاندی و گناه ریزاندن خون مسلمانی را به دوش میگیری. و در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که عیب و گناه مسلمانی را بپوشاند، خداوند در روز قیامت عیب و گناهان او را میپوشاند. در این بابت حدیث های بیشمار وارد شده است، ولی برای انسان عاقل همین قدر کفایت است. مگر این کار شما از نگاه شریعت درست است که از دور پاییده بنشینید و وقتی که به گناه دست زدند پس آنها را دستگیر کرده و همین طور شرمنده کنید؟ اگر مقصد شما اصلاح و پیشگیری کردن از کار گناه بود، پس چرا از دور نگاه کرده شیشتید که کی مرتکب زنا می شوند، پس شما آنها را دستگیر کرده نواربرداری کرده شرمنده کنید؟ غیرت شما همین است؟ آیا شما میدانید که پهن کردن چنین نوارها دیگران را جرأتمند می کند؟ البته من از این زناکاران طرفداری نمی کنم. خیانت و بدترین گناهی است که انجام داده اند، ولی این طریقه‌ای که شما انجام داده اید که نوار برداری کرده پهن می کنید غلط است و گناه بزرگ است. علاوه بر آن چند گناه را مرتکب می شوید. باز این کار شما تأثیر منفی خود را البته در جامعه می گذارد. در آخر همین را گفتنی هستم که پیش از آن که کاری می کنید البته جنبه شرعی آن را هم مد نظر گیرید که این کاری که می کنید در شریعت چه حکم دارد. خودسرانه کاری را کردن شما را به هلاکت می رساند. و السلام علی من اتبع الهدى. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا.